سلام بچه‌ها. امروز می‌خوایم شیگلان هیر کرلر رو ترای کنیم ببینیم هایپش چیه. خب امروز می‌خوایم هم آنباکسش کنیم هم ترایش کنیم. خب اگه موهای منو میتونه نگه داره یعنی میتونه، چون مثلا دایسون و اینا رو موهای من کار نمی‌کنن. ببینیم امروز این میکنه یا نه. خب این دو مدل داره، برای موهای کوتاه اینجایی که نارنجیه برای اون سبزه. بعد برای موهای بلند از این مدل میتونین استفاده کنین، اون سبزه برای موهای کوتاست. چون کوچولوه. خب این شارژرش رو فکر کنم. آره. بعد این خودشه. او مای گاد خیلی کوچولوه. بعد آره ما بریم بزنیمش رو شارژ ببینیم میشه. خب بچه‌ها ما الان زدیم به برق و برقیه، شارژی نیست. این چیز برقشه، یعنی مثلا تو ماشین و اینا نمیتونی استفادهش کنی. خب ببینین اول اینو نگه داریم، دکمه‌شو، این دکمه رو نگه داریم که روشن شه. بعد میتونین درجهشو ببرین بالا، من وسط میذارم. بعد با این دکمه میتونین درجهشو ببرین بالا یا پایین. بعد موهاتون رو تقسیم بندی کنین، تیکه هایی که میخواین رو بگیرین توی موتون. اگر موهاتون حجمش زیاده میتونین قسمتشو ببندین که راحت بتونین تیکه های موهاتون رو، حالا به که تیکه جلوی موهاشو میخواد بذاره دقیقاً تو دستگاه که شماها ببینین چه جوری باید بگیرین دستتون. خب بگیرین، میگم بگیرین. ببینین این دکمه این کارو میکنه. خب اینو میگیرین، بعد وایسین من الان زدم خب اون تیکه موتون که میخواد کرلی بشه میذارین این وسط از بالا. بعد اینو میزنین، روشنش میکنین، خودش مو رو براتون نگه میداره توی و ولش میکنین، باز توی حرارت نگهش میدارین که کاملا فرم بگیره. وقتی این صدا اومد درش میارین. خیلی خوب کرلی میکنه، به نظر من از دایسو اینا خیلی بهتره. بعد واقعا موهای من نگه داشت، بس واقعا خوب کار میکنین، چون هر چیزی موهای من نگه نمیداره. خب میخوای این تیکه رو میخوام؟ آره بذارین. اما من به نظرم کم بهش بدین، چون زیاد بهش برای بدین کار موهای نمیکنه. صاف تیکه های کوچیک‌تر بدین. برای موهای فر مثل موهای من تیکه های درشت‌تر خوشگل میشه. مثلا من اینقدر میدم خیلی پف نکنه. موهای بیکه چون صافه تیکه های کوچیک بردارین کرلیاش خوشگل تر میشه. موام خیلی صاف نیست، موهای من ویویه یه جورایی. بعد من قبلش مثلا حموم رفته بودم موس زدم، پس یعنی یا روغن بزنین یا مثلا وقتی میرین حموم موس بزنین. و موهای خیس نزنین، تو رو خدا موهای خیس نزنین. آره اول موهاتون رو با سشوار خوش کنین به حالت خب بچه‌ها من الان براتون تو تایم لپس همه موهام میکنم، من نصف موهام میکنم که ببینید چجوری میشه. خب بچه‌ها من مو با شیگلان کرلی کردم و خیلی خوب بود، پس حتما بخرین. خداحافظ.